اگر به معلومات آماری نظر اندازیم پس عیان می‌گردد که سالی سپری شده در همین شکل‌های خواجگیداری حدودی ولایت 180,251 تن میوه‌جات استحصال کرده شده است که از این نشان داد بیش از 150 تنش را میوه زردآلو تشکیل داده است. امسال نیز با نظرداشت مساعد آمدنی هوا حاصلناکی باغات زردآلو بازگوی بهداشت وضع اقتصادی خواجگیداران و اهالی یعنی فراوان بوده. مسئله دیگری اساسی با استفاده از هوای مساعد هرچی تیزتر جمع آوری و کار کرد یا خود پیشکشی آن به خریداران و صادرات به خارج کشور محسوب می‌یابد. روند جمع آوری زردآلو در منطقه‌های اساسی باغداری ولایت چون ناحیه‌های اشتو، باباجان غفوروف و اسفرو و کانی بادام امروزها با مرام ادامه دارد. خواجگیداران با تجربه جاری همه سالشان بین قطار باغات و دیگر جاهای آفتابگذر خشک کردن زردآلو را با طرزی از دانه جدا کردن و برای بلند برداشتن صفتش به اصطلاح طریق کیمیا کردن یعنی مخ کردنش را به راه ماندند. یادآور میشیم که زردآلوی از دانه جدا کرده شده که با طرز گوناگون خشک کرده می شود بین باغداران چون برگک، اشتک، قیصه و امثال آن معمول است که در بازار خریداران زیاد و بیشتر در کارخانه‌های کارکرد و بندوبست به صادرات آماده کرده شده سپس به همین سمت روانه می‌گردد. تعدادی بیشتری چنین کارخانه‌های بندوبست اساساً در منطقه اگروصنعتی اسفره عرض وجود داشته. خشک بندوبست و صادرات زردآلو محض از طرف صاحبکاران اسفره راه اندازی می‌گردد. از روی معلوماتی با ما رسیده در ناحیه دیگری کلانترین زردآلو پروری ولایت اشت که یک جای با اهالی مساحت زیادی باغات زردآلو دارد تا به امروز 20 تن میوه خشک زردآلو، 4804 تن میوه تری زردآلو و گیلاس صادرات کرده شده است. در خواجگاه شهر کانی بادام باشد سال جاری از 7950 گهتر مساحت باغات زردآلو حاصلده 35650 تن حاصل انتظاری معین گردیده. جمع آوری آن با مرام ادامه دارد. طوری که قبلا ذکر کردیم حاصل جمع آورده شده همانا بعد کارکرد کیمیاوی و دستی زیر میدان باغات خشک کرده شده برای فروش آماده کرده می شود. همه سال باغداران با نظرداشت مساعد آمدنی هوا از فراوان حاصل باغات منفعت بیشتری اقتصادی به دست میارند و همزمان بازار استعمالی مردم از این نوع میوه فراوان میگردد.